با سفارش پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان از سال 2018 در نظام امتحانات مرکزآمده داخل شوی کار خطی از زبان تاجیکی وارد کرده می شود. مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ماه نوامبر سال 2016 یک آزمایش خرد کار خطی را برگزار نمود. در آزمایش 916 نفر خواننده صنف 11 شهرهای دوشنبه، حصار، وحدت و ناحیه رودکی اشتراک کردند. از 24 خال امکان پذیر حد اکثر همگی 36 نفر 36% که 320 نفر را تشکیل میدهد یا عموما خال نگرفتند یا از 1 تا 6 خال را گرفتند که این خیلی نگران کننده است و تفتیش کارهای خطی نشان داد که داوطلبان ما آزادانه فکر خود را بیان کرده نمیتوانند. خوانندگان ما حالا آماده نیستند که در یک موضوع آزاد فکرشان را درست و بی غلط بیان کنند و هم اون نفرایی هم که انشا نوشتند معلوم می شود که انشای نوشته آنها تکرار همان انشاهای زبان زده که در نمونه انشاهای کتابچه‌های انشایی که نشر شده بودند از روی همونها است. از اینجا ما گفتم میتونم که وضع تعلیم زبان تاجیکی در مکتب‌های تاجیکستان نگران کننده است. خیلی نگران کننده است. متاسفانه این آزمایش نشون داد که وضع تعلیم این فنها با طلبات جوابگو نیست. از سال 2018 در همه اختصاصات آره، انشای آزاد یا که ما میگیم که اسه که ما پیشنهاد کردیم این در موضوعهای آزاد هستند، موضوعی که در موضوع اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، یک موضوعی که خواننده باید در اساس این موضوع فکرش رو آزادانه بیان کند و این طور نوشتن انشا برای همه متخصصان حتمی است و در نظر است که سال 2018 700 نفر آموزگاری زبان و ادبیات تاجیک رو ما باید به کار جلب کنیم و پیش از آن که این آموزگاران به تفتیش و خالگذاری کار خطی شروع میکنند ما در نقشه داریم یک کورس آموزشی برای اونها تشکیل کنیم و طرز تفتیش، طرز خالگذاری، اون معیارهایی که ما پیشنهاد کرده ایم از روی اون باید خالگذاری شود. ببینید چون وقتی که تست هست تست رو خودی همون سیستم کار کرد. آره البته. اما این وقتی که استرخ انسان که بله من شما را نگران هستم، ما هم نگران هستیم، ولی برای آنکه یک بهاگذاری واقعی شود یک کاری داوطلب رو 2 نفر آموزگاری علاهیده میسنجند. یک آموزگار میسنجد و اون کار خطی به آموزگاری دیگر سپاریده می شود. در صورتی موافقت نکردن خالگذاری 2 تفتیش کننده 3 آن را میسنجد. بنابر همین یک حجم خیلی زیاد است، حجم خیلی زیادی کار در پیش است.